سلام، خوش اومدیم به این قسمت دیگه. امروز روز سوم از چالشی که شروع کردم و با اپلیکیشن هوم ورکاوت دارم تمرین میکنم. یه چالش 4 هفتگی انتخاب کردم و این چالش برای تمرین تمام بدنه. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که من دارم از نسخه رایگانش استفاده میکنم و هیچ سابسکریپشن نخریدم هنوز. و میخوام ببینم که با نسخه رایگان این اپلیکیشن چقدر میتونم پیشرفت بکنم، چقدر میتونم بدنمو در واقع قوی تر بکنم و ظاهر بهتری بگیرم. همونطور که گفتم ورزشکار حرفه‌ای نیستم. منم مثل شما همینجوری خواستم فقط برای قول معروف سلامتی و برای بدن و تناسب اندام بهتری داشتن ورزش رو دوباره شروع کردم. یعنی قبلا ورزش میکردم تو در واقع دوران تینیجری و زمان در واقع در 15 سال پیش و با یه وقفه 10-12 ساله ورزش رو دوباره شروع کردم. بله نینو هم میان و همونطور که قبلا گفتم اذیتاش رو شروع کرد. احتمالا چون خیلی دستام تکون میدم اذیت میکنم. خلاصه امروز کاری که کردم از در واقع اون AI که داخل اپلیکیشن هست و صحبت میکنه باهات در واقع صدای اونم ضبط کردم. یه بخش دیگه هم که هستش اینه که نشون دادم که چه شکلی مثل همین در واقع بخشی که الان دارید میبینید چطور میتونید اون تمرینایی که داده رو ببینید که چطور باید اون تمرین رو اجرا بکنید. یعنی هم اون انیمیشنی که خود اپلیکیشن گذاشته رو یه نمونه هستش، هم اون مدلی که میتونید از توی یوتیوب ببینید که چطوری باید اون حرکت رو اجرا بکنید. به علاوه این که وقتی که وارد تمرین کردن میشید، حالا امروز تمرین من چیزی هولوش 20-25 دقیقه نوشته بود که زمان میبره. من یه ذره زودتر انجام دادم چون یه ذره اون استراحت هایی که بینش بود و زودتر رد کردم رفت بعضیاشو. یه ذره تمرینم امروز سبک بود به نسبت توان بدنی که داشتم. تمرین سبک بود و انتخاب کردم که بخواد یه ذره تغییرش بده و سخت‌ترش بکنه. به نظرم راحت داشتم تمرین رو انجام میدادم و اینکه صدای چیزم میتونیم الان گوش بدیم. 3, 2, 1. Start. 30 seconds. Side lying floor stretch left. Breathe این naturally. شکلیه. بعد دیگه اگه سوالی دارین راجع به اپلیکیشن ازم بپرسید. اگه بدونم که جواب میدم، اگه ندونم هم براش سرچ میکنم جوابشو براتون میارم. و اینکه اگه دوست دارید این مدل ویدیو رو با من همراه باشید تو این چالش، اگر دلتون میخواد حتی شما هم میتونید اینو شروع بکنید و اینکه معرفی بکنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و نظراتتون رو به من بگید. خیلی ممنونم ازتون. امروز ویدیومو یه ذره کوتاه‌تر میگیرم برای اینکه اینکه خیلی شلوغ بودم، دو اینکه نمیخوام خیلی حرفای تکراری نام بزنم و کم کم که برم جلوتر سعی میکنم در واقع یه سر راجع به اون ورزش هایی که داخل اپلیکیشن هستش بیشتر صحبت بکنم و یه ذره البته با خودم هم میگم من که ورزشکار حرفه‌ای نیستم، باید یه ذره خودم هم راجعش بخونم بعد بیام راجعش باهاتون صحبت کنم. مرسی، ممنونم ازتون. خوشحالم که به روز سوم رسیدم. خداحافظ.